معرفی نوع‌های گوناگون هنرهای مردمی و تاریخ مختصر آنها از فرهنگنامه‌ها در بخشی از سلسله هنرهای مردمی. از سلسله هنرهای مردمی. گلاب کشی. درود شنونده‌های ارجمند. گلاب کشان از گل عطرگل صدبرگ یک نوع نوشاکی آماده می‌کنند که طرز آماده نمودن آن چنین است: برگ‌های گل صدبرگ از شاخه‌ها جدا کرده شده را با آبی صاف شسته در اندک آب در دیگ و یا دیگچه سیردار می‌جوشانند. برای آنکه تگ دیگ نگیرد و یا نسوزد، آن را تگرو می‌کنند یا آمیزش می‌دهند. پس آن برگ را از آب جدا می‌کنند و آن آب را از دوکه می‌گذرانند و آن آب شکر همراه کرده و شیشه‌ها می‌اندازند و دهان شیشه را چنان محکم می‌کنند که به آن هوا ندرآید. مایع شیشه در دوام 10-15 روز به طور خود جوشیده پس از چند روز از جوشش می‌ماند. این نوع گلاب اسپیرت داشته شبیه نوشاکی‌های اسپیرتی است. گلاب کشی از گلاب، آب معطر یک نوع گل صدبرگ که با واسطه انبیق یعنی اسباب عرق کشی حاصل می‌کنند. عمل گلاب کشیدن طرزی از عطرگل گل صدبرگ گرفتن گلاب. گلاب کشی یک از کسب‌های قدیمی بوده. در گذشته در بین تاجیکان شهر و یا منطقه‌های مخصوص معمول بود. اصطلاح گلابگیری، گلاب کشیدن نیز رایج است. کسی را که گلاب می‌کشد گلابکش یا گلابگر می‌گویند. از سبب آنکه گلاب برای سلامتی انسان مفید است، در گذشته گلاب کشی خیلی رایج گردیده بود. گلاب را گلابکشان به چند طریق میگیرند. هنوز آفتاب نبرآمده گل‌های نوشکفته عطرگل یا گل صدبرگ خوشبوی را میچینند و آن را یک شبانه روز در سایه میگذارند. بعداً برگ‌های نفیس گل را از شاخچه‌ها جدا میکنند. سپس در دیگ مخصوص انبیق آب انداخته آن را چند دقیقه میجوشانند. در این آب جوشیده برگ‌های گل صدبرگ را انداخته آن را 2-3 دقیقه میجوشانند. هنگام جوشیدن آب با دقت می‌نگرند که آب از برگ گل پایین‌تر نرود. اگر آب از برگ پستر باشد با آن کمی آب علاوه می‌کنند تا که برگ‌ها را آب پوشاند. پس از این عمل سرپوش انبیق را می‌پوشانند و گردی آن را با خمیر محکم کرده این آب را تا 2 ساعت و گاهی از آن بیشتر می‌جوشانند. در یک گوشه انبیق چوبی قلم شکلی نوک می‌گذارند که آن را میل می‌گویند. پس از آن ظرف‌های مخصوصی را تهیه نموده نوک میل را به آن می‌گذارند تا که هوا ندرآید. طرز دیگری گلابکشی چنین است: کاسه سفال و کاسه چینی را با برگ گل پر می‌کنند. بالای آن را با سرپوشی که در آن نیچه نئی خلانده شده است می‌پوشانند. دیگ را با آب پر می‌کنند و کاسه را بر روی آب می‌گذارند و نوک نیچه باز یک نیچه دیگر را به طرز افقی خوابیده وصل می‌کنند. نوک نیچه سوم را به سمت پایین خم کرده پیوند می‌نمایند و نوک آن را به درون شیشه می‌مانند که در آن بوق گلاب جمع می‌شود. و جای نیچه نئی بعضی‌ها از نیچه مسی استفاده می‌نمایند. این شیشه را در یک لگن آب خنک می‌گذارند. همین طور به تگ دیگ آتش می‌گیرانند. آب که جوشید بوق جمع شده به واسطه نیچه‌ها و درون شیشه می‌ریزد و در آنجا خنک و جمع می‌شود. اگر این مایع حاصل شده را دوباره به کاسه انداخته بوق آن را در شکل آب بگیرند، در نتیجه یک موده خوشبوی یعنی گلاب حاصل می‌شود. اگر آب گلاب را چند بار گشته و برگشته جوشانیده از بوق آن باز گلاب گیرند، گلابی اعلی صفت به وجود می‌آید. از این رو در بین مردم اصطلاحی گلابی یک آتشه
دو آتشن نیز معمول است. گلاب اعلی صفت را 4 بار می جوشانند که آن را گلابی 4 آتشه می گویند. گلاب را با همون روشی در بالا یادآور شده از ریحان نیز می گیرند که این نوع گلاب خیلی خوشبوی و گرانبهاست. گلاب را در ادویات همچون دوای قوت دل، دفع کننده خفقان، مال خولیا و دیگر کسلی ها به کار میبرند. گلاب را در طعام، نوشابه ها، بعضی حلواها، محصولات قنادی از جمله مربای سبزی، نشالا، نبات، شکر، لوز نیز استفاده می نمایند که آنها را خوشبوی می کند. گلاب شکر نوعی از شیرینی است که از شربت گلاب تهیه می شود. همچنین از گلاب یک نوع شربت قندیل گلاب تیار می کنند که نوشیدن آن روح شخص را بریده می سازد. گلاب را در ظرف‌های مخصوص با نام‌های گلاب پاش، گلابدان، آفتابه مخصوصی سیمین و زرین و بلورین نگاه می‌دارند. بعضی این ظرف‌ها مخصوص برای پاشیدن گلاب است. گلاب را در شب نکاح استفاده می‌نمایند که تمامی محیط را بوی گوارای آن فرا می‌گیرد. بعضی‌ها به بالای جسد مرده هم گلاب می‌پاشند. بخصوص اگر هوا گرم باشد، گلاب هر بویی را که در جسد حس می‌شود برطرف می‌نماید. گلاب کشی در گذشته در خوجند، پنجکین، استروشن و حصار، بخارا و سمرقند، شهر سبز و دیگر جایها موجود بود. صد برگی منی، 101 برگی منی، گلی 100 برگی منی، 101 برگی منی، گلی سیاه گوش پرپاش، دلی پر دردی منی، گلی سیاه گوش پرپاش، دلی پر دردی منی. شرات بی پروایی گلی 100 برگی منی، من حوزی کلام گردم تو مرغابی گلی 100 برگی منی، شاید بس راقی آباره آیی گلی 100 برگی منی، گلی 100 برگی منی، 101 برگی منی، گلی 100 برگی منی، 101 برگی منی، گوش مرا دل پر درد منی، گلی سیاه گوش مرا دل پر درد منی. صد برگی سفید گل مکن بورم مگی، گلی 100 برگی منی، بعد از سری من باری دیگر چورم مگی، گلی 100 برگی منی، گر چورا گیری بخر استیزای من، گلی 100 برگی منی، هرگز نرسی به عشق یک روزای من، گلی 100 برگی منی، گلی 100 برگی منی، 101 برگی منی، گلی 100 برگی منی، 101 برگی منی، گلی سیاه گوش پرپاش، دلی پر دردی منی، گلی سیاه گوش پرپاش، دلی پر دردی منی، گلی سیاه گوش پرپاش، دلی پر دردی منی. پایان برنامه از سلسله هنرهای مردمی.
در تهیه و پخش آن صدابردار دلشاد میرزا، کارگردان زبیدالله جان محمد، محرر گلستان کریم و صحن گرفتند. شاد بمانید.